خوش آمدید به سفارت انگلیس. اونجا پشت درخت اون یه ساختمان هست که طی مأموریت اول من برای 3 سال زندگی میکردم. ولی اول بریم برج ساعت معروف ما ببینیم. این برج یکی از بخش‌های اصلی این سفارتخونه بوده وقتی که 150 سال پیش اینجا ساخته شده. پارسال در مراسم ویژه‌ای این برج رو به یاد نیک براون نامگذاری کردیم. جالبه که بدونید ایشون قبل از اینکه سفیر بشند چندین سال پیش 2 بار به عنوان دیپلمات جوان اینجا کار میکردن. حالا بریم رزیدنس ساختمان اصلی سفارت انگلیس رو ببینیم. این اتاق به نام فتلیشا نامگذاری شده به خاطر اینکه 200 سال پیش وقتی که فتلیشا شاه ایران بود اولین سفارتخونه انگلیس در بازار تأسیس شد. 50 سال بعدش ما به اینجا آمدیم. بیان یه چیزی جالب به شما نشون میدم. این نقاشی رو خود نصرالدین شاه کشیده از ونیزه. وقتی که ما اینجا آمدیم 150 سال پیش نصرالدین شاه اینو به ما به عنوان یه هدیه داده. ببین این دستخط خود نصرالدین شاه. این اتاق پذیرایی ماست. این تابلو نقاشی ملکه ویکتوریا است. ایشون ملکه انگلیس 150 سال پیش بود وقتی که ما اینجا آمدیم. جالبه که بدونید وینستون چرچیل تولد 69 سالگیش رو اینجا جشن گرفت که این همزمان بود با کنفرانس تهران. طی 3 روز اون موقع چرچیل، ستالین و روزولت در تهران دور هم جمع شدند. هدف اصلی این کنفرانس ایجاد صلح در اروپا بود. ولی متاسفانه در مورد این کنفرانس خیلی سوء برداشت پیش آمد. علاوه بر اون هدف این 3 کشور توافق کردند که از تمامیت ارضی و پیشرفت ایران حمایت و حفاظت کنند. ولی خیلی ها اینو فراموش کردند. البته ما در این سفارت بالا و پایین های زیادی داشتیم. روزهای خوب و روزهای بد. مثلا در اولین مأموریت خودم سال 2003 شاهد تظاهرات زیادی بودم و همه هم حمله به سفارت در سال 2011 رو یادشونه. در این 3 سال اخیر هم روزهای سختی داشتیم. ما سال هاست که اینجا هستیم. این درخت‌ها رو ببینید. اونا نظاره‌گر همه این روزها بودند و شاهدان آینده خواهند بود چون ریشه دارند. و من امروز موقع رفتن
برای آینده یک درخت میکارم.